سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. بعد از 7-8 ماه من دارم یه ویدیو لانگ میگیرم. اگه داخل کانالم بودین حتما دیدین که یه 2 ماهی هست حدودا شورت دارم میذارم، ولی خب ویدیو لانگ نداشتیم. واقعا آخرین ویدیو لانگمون واسه 7-8 ماه پیش نگاه کردم کانالمو. خیلی خوش اومدیم به ولاگ. من از صبح فکر میکنم یه 2-3 ساعتی هست بیدارم. الان ساعت 11:50. تا الان کل ولاگ در سکوت بود، به خاطر اینکه خب اول صبح معمولا صدای من در نمیاد دیگه. خواستم خیلی نرمال خودم باشم. یه امروز اول بریم یه صبحونه من بخورم، صبحونه و قهوه‌ام بخورم چون خوابم میاد. دیشب فکر کنم 2 ساعت بیشتر نخوابیدم، 2 ساعت 3 ساعت نهایتش نخوابیدم و الان خستم. مثلا یه قهوه بخورم، صبحونه من بخورم، بعدش پاشیم یه ذره تمیزکاری کنیم. من چند تا ویدیو دیگه بگیرم. دونم قراره ویدیو فقط واسه امروز باشه یا فردا هم میخوام بهتون نشون بدم. حالا با هم پیش میریم ببینم چقدر این ویدیو خودش طولانی میشه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. خب من ظرفا رو شستم. الان اینجا دارم یه ذره اسفناج گذاشتم آب شه، میخوام واسه صبحونم استفاده کنم. این ورم باز وسایل ناهارمه که گذاشتم. تخم مرغ این، حالا روش کالباس هم میذارم. ببینم کافی باشه. خب بچه ها، من میرم یه ذره کارهای پیجم میکنم، استوریامو میذارم، بعد باز میام پیش شما. ماچ بهتون. بچه ها الان حدود ساعت 1:30. من یه سری کارامو انجام دادم، ولی خب دنبال یه ایده بودم برای ریلز اینستاگرامم که پیدا نمی کنم. هر کار میکنم و واقعا کلافم کرده و خستم. یعنی فکرم از قیافم کاملا مشخص باشه که چقدر خستم و به هم ریختم. خستم خیلی. نمیدونم برم بخوابم، برم همون سر حال ترشم. هنوز اون قدم گشتم نیست که برم ناهار درست کنم. مثلا این هیچ ایده‌ای ندارم که قرار چی کار کنم. مثلا صبح که از خواب بلند شدم میدونستم میخوام چی کار کنم تا ظهر، ولی انقدر خستم که به ذهنم هیچی نمیرسه. تازه از علاوه بر همه اینا، چون ویدیوم هم نگرفتم و از کارم عقب افتادم، بیشتر کلافم. همین. فکر کنم من میگم دراز بکشم. من اومدم. الان ساعت چنده؟ ساعت 10:05. من آخرین بار فکر کنم ساعت 1:30 با شما حرف زدم. رفتم حموم، بعد اومدم آماده شدم، آرایش کردم. همین الان ویدیو من گرفتم، تموم شد. یه دونه فقط ویدیو گرفتم
که امیدوارم خوب شده باشه. بعد نهارم نخوردم هنوز دیگه. الان فکر کنم نمیدونم یه ویدیو دیگه بگیرم برم، نمیدونم، یا الان میرم نهار درست میکنم. یعنی نهار که دیگه 5 عصر نهار نداره، ولی حالا احتمالاً یه ویدیو یوتیوب دیگه بگیرم چون آرایش کردم و آمادم، بعدش بریم با هم نهار درست کنیم. خب من نمیدونم باید به جای خب بچه ها چی استفاده کنم، ولی کاری که کردم الان یه عدس پلو گذاشتم سری، الان گوشتش داره میپزه، برنجم داره دم میکشه. ویدیومو گرفتم، وسایل رو جمع کردم دیگه. 6:07. من توی ولاگ همش خسته بودم، دقت کردین؟ همش خوابم میاد و خوابم میاد. حالا غذا بخورم، ولی الان که نمیخوابم، ولی یه غذا بخورم و بعدش احتمالا بعدش استراحت کنم. قرار بود خونه تمیز کنیم که اصلا اتفاق نیفتاد، چون همش داشتم ویدیو میگرفتم دیگه، نشد خونه رو تمیز کنیم. حالا بریم بهتون عدس پلومو نشون بدم. اینم برنج و این هم گوشتامون که نیاز داره تفت بخوره چون بهش هیچی روغن نزدم. اونورم که با ظرفا پوکید، اینجا هم دیگه کثیفه که همه رو احتمالا فردا تمیز میکنیم چون الان دیگه واقعا حوصله ندارم. Okay, I will do it, but I have to warn you, this may make me a better person, and that is not the man you fell in love with. Alright, this is how it's gonna work. We're gonna give you hypothetical, made-of-honor situations, and you'll be scored on a scale of 1 to 10, 1 being the highest. No, 10 is the highest. Why is 10 the highest? Because it's the highest. You're with Monica. The wedding is about to start when Monica gets cold feet. Go to the manager.